بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سوار شدن به مرکب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. به نام الله. حمد از آن الله است. پاک است آن ذاتی که این مرکب را در اختیار ما قرار داد، در حالی که ما نمی توانستیم آن را مسخر گردانیم. همانا بازگشت ما به سوی پروردگار است. آنگاه 3 بار الحمدلله و 3 بار الله اکبر و 1 بار لا اله الا الله بخواند و سپس بگوید: بار الها، تو پاک و منزهی، من بر خود ستم نمودم، مرا ببخش، چرا که جز تو کسی دیگر گناه را نمی بخشد. فایده های حدیث. فایده اول: بسیار ذکر کردن امر مستحب است در حال استفاده بردن از نعمتهای الهی. فایده دوم: زیاد استغفار گفتن به انسان کمک میکند تا کوتاهی های خود را در عبادت الله تعالی جبران نماید. فایده سوم: صبر صحابگان در پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و روش زندگیشان. فایده چهارم: اعتراف به این که انسان در هر کار نیازمند الله سبحانه و تعالی می باشد.